برخی از نخبگان و روشنفکران ایرانی نه تنها خامنه‌ای را نماد و نمودار ضدیت با دموکراسی، مردم سالاری و پیشرفت جامعه خود می‌پندارند، بلکه او را مسبب الاسباب عقبگرد و از هم پاشیدگی سیاست و جامعه می‌دانند. البته این ادعای درست و صائب است، گرچه بیانگر کل واقعیت نیست و نمی‌توان یگانه عامل و کارگزار وضعیت زبونانه و حقیرانه کنونی جامعه ایران را تنها به وجود خامنه‌ای فروکاست. اما شگفت آنجاست که شمار بسیاری از همان روشنفکران هنگام ارائه راهکار برای برون رفت از چنان وضعیت اسفناکی زیر پوشش تأکید بر خیر عمومی و نگرانی از آینده و به بهانه‌های نظیر جلوگیری از فروپاشی ایران، ممانعت از سوریه‌ای شدن و غیره، تلاش برای حفظ وضعیت کنونی و ماندگاری خامنه‌ای در سریر قدرت را اندرز می‌دهند. آنها در پس شعار ارزشمندی دموکراسی و زیانمندی و ناسودمندی تلاش برای تغییرات بنیادین در پیکره قدرت به توجیهگران و موجه سازان وضعیت کنونی جامعه‌ای تبدیل شدند که ظاهراً بر آن افسوس و اسف می‌خورند. به عنوان مثال، در دوره اوج اپیدمی کرونا در ایران، صادق زیباکلام از اساتید علوم سیاسی دانشگاه تهران در پاسخ به پرسشی درباره آینده ایران و احتمال فروپاشی نظام سیاسی، ضمن آنکه به شدت اصرار داشت خود را مدافع آتشین استقرار دموکراسی بنمایاند، هر گونه تلاش برای تغییر اساسی در ساختار قدرت کنونی را به مثابه پسگرد و عقبگرد و وخیم‌تر شدن وضعیت می‌دانست. زیباکلام حتی با اصرار پرسشگر نیز هیچ دلیل منطقی برای صحت این ادعا یا پیشبینی خود ارائه نداد. او تنها اصرار داشت که به مخاطبان خود بقبولاند که باید این نظام بماند. این منطق به ظاهر موجه اما حقیقتاً فریبکارانه تنها مختص عده قلیل نیست، بلکه غالب نخبگان عرصه سیاست عملی و روشنفکران ایرانی به ظاهر مخالف رژیم سیاسی عمیقاً به آن باورمندند یا حداقل آن را تبلیغ می‌کنند. بدیهی است این استدلالی در راستای استمرار وضعیت کنونی و در حمایت از تمامی جوانب منفی و ادامه حیات سیستم دیکتاتوری کنونی است. میتوان ادعا نمود که آنچه آشکارا برای مداومت حیات رژیم خامنه‌ای قابل رؤیت است، حضور نخبگان و روشنفکرانی اینچنین است که مخالفت خود با تغییرات بنیادین و سرنوشت ساز را در لفاف پرهیز از خشونت و به عبارتی زیر لحاف دموکراسی خواهی لفاظانه نهان ساختند. چرا با وجود اینکه روشنفکران ایرانی رژیم را مانع اصلی استقرار دموکراسی در ایران می‌دانند، به بهانه‌هایی چون سوریه‌ای شدن ایران با تغییر این رژیم مخالفند؟ روشنفکر ایرانی با تحولات بنیادی و اساسی در رژیم مخالفه و خواستار دموکراسی هست، اما از تغییر و تحول گریزانه و بدون تغییر و تحول هم دموکراسی در ایران امکان پذیر نیست، چون که تمام این نهادها و بنیادهای دولت مرکزی بر مبنای دیکتاتوری و تبعیض و نژادپرستی بنیان گذاشته شده و ملیت‌های غیر فارس هم هیچ گونه مشارکتی در این حاکمیت‌ها نداشتند. به همین خاطر طیف روشنفکر فارس ایرانی از اینکه تحولات بنیادی صورت بگیره که از طریق اون ملیت‌ها به حقوق خودشون برسن، یک ایجاد هراسی در جامعه میکنه و اونو حالا اخیراً سوریه‌ای شدن ایران مینامه، ولی در 20 سال پیش بالکانیزه شدن ایران میگفت و هم منظورش این است که تغییر و تحول در ایران بشه بدون اینکه ملیت‌ها به حقوق خودشون برسن.
و این امروزه آشکار شده. ولی ما میدونیم که لازمه دموکراسی در ایران یک تحولات بنیادی و رادیکالی هست که ما بتونیم دموکراسی رو نهادینه بکنیم و بتونیم نهادهای و انستیتوهای دموکراتیک در ایران از نو بنیان بگذاریم که بتونیم بعد از 100 سال به این آرزوی دیرینه ایرانیان که آزادی و دموکراسی هست ما برسیم. حمایت روشنفکرهای ایرانی از این رژیم حول یک مسئله میچرخه، اون هم تمامیت ارضی هست. این در واقع اینا تمام حق و حقوق مردم رو انکار میکنن به خاطر تمامیت ارضی ایران. در واقع کلمه تمامیت ارضی را ما هرچی میگردیم در بقیه زبانها همچین کلمه پیدا نمیشه، یعنی معنی مفهومی نداره تمامیت ارضی. و این در واقع این کلمه پرداخته روشنفکر ایرانی هست یا روشنفکر ملت حاکم فارس هست برای سرکوب ملل ساکن ایران هست. این به بهانه تمامیت ارضی که هیچ معنی مفهومی نداره مردم را سرکوب میکنن، حق و حقوق رو از مردم میگیرن. با وجود اینکه اینها در خارج کشور زندگی میکنن، از دموکراسی، لیبرالیسم، نظامها و سیستمات فدرال بهره‌مند هستند، آنها را تجربه میکنند، ولی باز هم اینا مخالف نظام فدرال، سکولاریسم، دموکراتیک در ایران هستند. خود را مدرن حساب میکنند بدون اینکه مدرنیته را قبول داشته باشند. هم چیزی امکان پذیر نیست. ما اگر میخوایم در یک جامعه برابر زندگی بکنیم بایستی تمام آنچه که در غرب هست، مردمانی که دنیا تجربه کردن، سیستم و نظامهایی که در دنیا هست، اینها را بایستی قبول بکنیم، بپذیریم. ما در کانادا یک سیستم فدرال هست، ایالت کبک 2 مرتبه مثلا اونا رأی گیری کردن که میخوان جدا بشن از کانادا. انگلستان هم به همین شکلی، اسکاتلند رأی گیری کرد میخواست جدا بشه اسکاتلند. اینها در واقع دموکراسی های دنیا هستن که مردم این حق و حقوق را دارند که میخوان با هم زندگی بکنن یا میخوان جدا بشن، یعنی حق طلاق وجود داره. ایران یک کشور کثیر المله هست، هممون تاریخ را میدونیم به شکلی این سیستم، این نظام به وجود آمده، به چه شکلی این کشورها تشکیل شدن، به چه شکلی سرزمین‌ها تقسیم شدن. اما راه حلی که ما امروز داریم در جامعه ایران، تنها راهی که ما داریم یک نظام و سیستم لیبرال دموکراسی هست و مبنا اساس اداریش هم فدرالیسم هست که ملت‌های ساکن ایران دارای دولت و حاکمیت خودشون باشن و در حاکمیت و دولت مرکزی هم شریک باشن. اما این شراکت را ملت حاکم یا در واقع روشنفکران فارس این را نمیپذیرند، چون حاکمیت را از آن خود می‌دارند که در واقع این مشکل اساسی که هست ما داریم در واقع تقسیم حاکمیت هست در ایران و آن را به بهانه تجزیه این را معمولا انکار میکنه. در صورتی که ما اگر نگاه بکنید مردم بلوچ تجزیه شدند به 3 قسمت، مردم کرد تجزیه شدند به 4 قسمت، ولی اینا هیچ موقع مخالفتی با تجزیه مردم بلوچ یا کرد یا آذربایجانی ها ندارند که در واقع آنها را تجزیه حساب نمی کنند و یعنی مسائل را در واقع به شکلی به یک نمونه کلا تمام این کلمات را وارونه جلوه میکنند، گویا اینکه خبر ندارند که جامعه به چه شکلی هست، تعریف دموکراسی به چه شکلی هست. ما تنها به دموکراسی هم نمیتونیم در ایران به آرامش برسیم، بلکه آنچه که هست دموکراسی هست، لیبرالیسم هست، سکولاریسم هست
عدم تمرکز هست، فدرالیسم هست. مجموع همه اینها میتواند یک آسایش و آرامشی برای مردم ایران به وجود بیاورد. به عقیده من این که روشنفکران فارس مسئله سوریه‌ای شدن جغرافیای ایران رو یا مرزهای ایران رو ترجیح میدن به مسئله ماندن دیکتاتوری که روزانه ده‌ها نفر یا شاید صدها نفر و اگر اغراق نکنیم هزاران نفر به دلایل مختلف مستقیم یا غیر مستقیم به دلیل وجود این حکومت دیکتاتوری و ضد مردمی و مخالف تمام حقوق انسانی جان خودشون رو از دست میدن. این روشنفکران وقتی همچین ترجیحی اعلام میکنن، وقتی فکر میکنن که ماندن یک دیکتاتوری با این قساوت با این شدت و خشونت در تمام جنبه‌های مختلف ارجحیت داره به مسئله ماندن مرزها، به عقیده من باید به چند دلیل اشاره بکنیم. مسئله اول یک نگاه واقع گرایانه این هست که این افراد در واقع از نظر فکری وابسته هستند به نهله‌های فکری ناسیونالیسم ایرانی فارسی و وقتی فردی تا این حد ناسیونالیست باشه مسلماً نگاهش و چشمش رو میبنده به واقعیت‌ها، به مسائلی که در واقع سرچشمه میگیرن از مسائل کرامت انسانی. یه همچین افرادی یا یه همچین در واقع محفل‌های فکری که در چارچوب ایران و خارج از ایران وجود داره در واقع وابسته هستند به این نهله فکری ناسیونالیسم فارسی در ایران. مسئله دیگه برمیگرده به تبلیغاتی که رژیم ایران به ویژه انجام میده. روزانه این افراد و در کنار مردم ایران زیر بمباران تبلیغات و دیس اینفورمیشن، فیک نیوز و اطلاعات غلطی قرار میگیرند که از سوی رژیم منتشر میشه و این در واقع انتشار این اخبار، این اطلاعات غلط و نادرست به صورت کانالیزه شده و به صورت هدفمند صورت میگیره با هدفی که نتیجهش میشه این که در واقع افرادی که خودشون رو روشن فکر میدونند ماندن همچین دیکتاتوری رو ترجیح میدن به در واقع به مسئله کشته شدن هزاران نفر یا به مسئله حقوق انسانی و جمعی هزاران میلیون ها نفر دیگه. اگر عده‌ای فراوان از نخبگان و روشنفکران با توسل به شعارهایی نظیر امکان سوریه‌ای شدن ایران، رواج خشونت، امکان تجزیه و ترساندن مردم از حرکت‌های اعتراضی در میدان نباشند و اقدامات و سیاست‌های رژیم را مشروعیت نبخشند، بعید است در سده 21 دیکتاتورهای نظیر خامنه‌ای نیز قادر باشند با توسل به استراتژی دشمنسازی و جدل کلامی در مقابل اروپا و آمریکا و دیگر کشورها بر اورنگ قدرت باقی بمانند. گاه برخی از این روشنفکران در توجیه حفظ وضعیت کنونی چنان خود را نگران و دلواپس رواج خشونت یا تغییر خطوط مرزی در آینده جلوه می‌دهند که آدمی می‌پندارد سیستم سیاسی کنونی بری از هر نوع خشونت و تندخویی است. آنان با همین استدلالات که به کام بسیاری از ناسیونالیست‌های فارس نیز خوش می‌آید، حتی به گرداب ستیز با ملت‌های دیگر محصور در جغرافیای کنونی ایران می‌خزند. گویی این نخبگان و روشنفکران برای چیره شدن بر پستی و ذلتی که از سوی رژیم بر آنها تحمیل شده است، تیغ تیز خود را متوجه ملت‌ها و آشکارتر از همه کردها کردند. برجسته ترین نمونه ها بهترین نمونه ها هستند. امثال محمد رضا جلایی پور از مجریان خشونت‌های بعد از انقلاب در کردستان و چهره به اصطلاح دموکراسی خواه و استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران کنونی را بنگرید که چگونه هنوز هم در ادعای مضحک فقدان دموکراسی در ایران را به مبارزه مسلحانه چندین دهه پیش احزاب دموکرات و کمل نسبت می‌دهد. برای آنان اعتراف به این امر مسلم سخت است که آنچه موجب درماندگی، فرومایگی و مذلت بیکران آنها و جامعهشان شده است، نه دشمنان خارجی و نه ملت‌های دیگر و از جمله کردها نیستند، بلکه دلیل اصلی فراهم نمودن بستر از سوی آنان برای قدرتیابی افرادی نظیر خامنه‌ای و مشروعیت بخشیدن بدان به بهانه‌های گوناگون است.
چه کسی تردید دارد که این موضع روشنفکران ایرانی امروز موجب رواج نوعی شوونیسم روشنفکرانه در راستای توجیه سجیه‌های غیر بشری رژیم سیاسی شده است. با این وصف اغراق نیست اگر گفته شود که این نخبگان و روشنفکران هستند که زمینه و ستونهای عقلی ذهنی و عینی مادی و الزامات ماندگاری رژیم ددمنش جمهوری اسلامی را فراهم ساختند. صریح‌تر بگویم شماری از روشنفکران ایرانی هستند که با پستی و خواری خود امکان بقای حکومت خامنه‌ای را در مدت زمانی نزدیک به 4 دهه فراهم ساختند. آنها نه تنها در چند دهه گذشته بلکه همکنون نیز به صراحت و با توسل به بهانه‌های مختلف که در سطور پیشین به برخی از آنها اشاره شد، سلطه درنده خویانی نظیر خامنه‌ای را فرصت بخشیدند. در حقیقت وضعیت چنان است که گویی خامنه‌ای رمز و تجلی آمال و اشواق روشنفکران و نخبگان ایرانی است. حتی بخشی از اپوزیسیون ایرانی که در خارج از کشور ادعای پیکار با رژیم نادموکرات را دارد، هنگام مواجهه با مطالبات دیگر ملت‌ها در بستر همان خوانش رژیم خامنه‌ای رویدادها را به تفسیر و ارزیابی می‌نشیند. این خوانش چه در داخل و چه در خارج این فرصت را به رژیم ارزانی داشته است که از مشروعیت عملی ایجاد اختناع و تلاش برای قلاقم برخوردار گردد. حقیقتاً این سیاسیون و روشنفکران حامی آنها با عملکرد خود، البته زیر بیرق به اصطلاح دموکراسی خواهی، بزرگترین مانع سر راه ظهور و تثبیت دموکراسی به شیوه صحیح و عقلانی هستند. دلیل ستیز روشنفکران فارس ایرانی با ملت‌های تحت ستم و خواسته‌های آنها چیست که گاهن وجود رژیم کنونی را ترجیح می‌دهند؟ اگه به تاریخ 100 ساله اخیر ایران، کمی بیشتر از 100 سال ایران شاید نگاه بکنیم، می‌بینیم که روشنفکران ایران در ایجاد مسئله ناسیونالیسم فارسی یا ایرانی و مرکزگرایی سهم بسیار چشمگیری داشتند. در دوره بعد از انقلاب مشروطه و به ویژه در دوره رضا شاه پهلوی اول، همین روشنفکران بودند که ادعا می‌کردند و فکر می‌کردند که وجود یک دولت مرکزی قوی لازم هست برای حفظ مرزهای ایران و در واقع چیزی که اونها محلی میگفتن، فرهنگ‌های محلی، زبان‌های محلی باید از بین برن و در کنار اون چیزی که اونها میگفتن فرهنگ ملی یا در واقع منظور اونها فارسی بود باید جاش رو بگیره و زبان فارسی باید جای اونها رو بگیره. این مسئله از سوی روشنفکران مطرح شد و از سوی دولت که قدرت سیاسی رو در اختیار داشت با استقبال مواجه شد. رضا شاه می‌بینیم که کسی که در واقع سر ستیز داشت با روشنفکران، ولی وقتی که همچین صحبت‌هایی میشنوه پیاده میکنه و در عمل اونها رو پیاده میکنه، اسامی شهرها رو تغییر میده و کارهای بسیاری میکنه که شاید وقت نباشه در این برنامه به اونها بپردازیم. ولی روشنفکران در ابتدا در واقع کاشتن تخم کینه در بین مردم ایران و ایجاد مسئله‌ای به نام ناسیونالیسم فارسی و ایرانی نقش بسزایی داشتن. از نظر تاریخی اگه ادامه بدیم و تا به امروز برسیم، میبینیم که همین روشنفکران در واقع از کی تغذیه میشن، از چه فکری در واقع تغذیه میشن؟ از همون هایی تغذیه میشن که این راه ها رو در مقابل پای قدرت مرکزی قرار دادن و اینها امروز صحبت هایی که از طرف روشنفکران در واقع ایرانی فارسی میشنویم همون فکرهایی است که در 100 سال گذشته ما میشنیدیم، به صورت دیگه مطرح میشن، به اشکال دیگری مطرح میشن، مثال های دیگری میارن برای صحبت های خودشون، ولی لازم است که بدونیم که بدنه همشون یکی است و برمیگرده به اون تاریخی که اشاره کردم. روشنفکران و فعالین سیاسی جامعه فارس ایرانی با ملیت‌ها و خواسته‌های ملیت‌های مختلف ایرانی همواره مخالفت میکنند، چون که میدونند که
ملیت ها خواهان تقسیم عادلانه ثروت و قدرت سیاسی هستند و در یک کشور کثیرالمله دموکراسی زمانی مفهوم پیدا میکنه که تمام ملیت ها به خواسته های طبیعی، سیاسی، اجتماعی خودشون برسن و در حاکمیت مشارکت سیاسی داشته باشن. و یکی از معضلات کنونی جامعه ما که ریشه در گذشته داره این است که ملیت ها هیچ وقت مشارکت نداشتن و همواره منزوی و رانده شده به بیرون از حاکمیت بودند. به همین خاطر طیف به خصوص طیف راست و سلطه طلب که در عین حال که فریاد دموکراسی خواهی میزنه در عین حال با هر گونه حقوق ملیت ها مخالفت میکنه، با حقوق زبانی و حقوق سیاسی اجتماعی، حقوق خیلی اولیه و طبیعی و حق استفاده از زبان مادری، و در عین حال که شعار حقوق بشر میده ولی با این خواستای خیلی اولیه مخالفت میکنه. و به همین خاطر هست که اپوزیسیون 42 ساله که در یک بنبستی گیر کرده و هیچ راه حل منطقی نتونستن پیدا بکنن، چون همواره اینها سعی کردن که ملیت ها رو کتمان کنن و از تاریخ و فرهنگ اونها هیچ نامی نبرن. ولی امروزه به یمن این دستگاه های الکترونیکی که درست شده ملیت ها تونستن که ندای آزادی خواهانه خودشون رو به گوش همه ایرانیان درون مرزها و به جامعه جهانی برسونن و همه متوجه این شدن که بدون حضور ملیت ها دموکراسی در ایران مفهومی نخواهد داشت. دلیل ستیز روشنفکران پارس یا ملت حاکم با ملت های تحت ستم در ایران در واقع تمامیت خواهی، برتری طلبی هست که اینها میخوان که تمام قدرت دست خودشان باشد، یعنی حاکمیت دست آنها باشد و بقیه ملت های ایران باید زیر دست آنها قرار بگیرند. و این در واقع همون فکری هست که در جامعه حاکم هست که میخوان همون افکاری که رضا شاه داشت، افکاری که آخونده ها دارند، در واقع افکاری که خود این روشنفکران دارند، یعنی در واقع کاملا شبیه هم هستند. بعضی از روشنفکران خوشفکر میگویند ما باید قدرت را توزیع بکنیم، یعنی در واقع قدرت را به عنوان یک کالا حساب میکنند که داخل انبار خودشون دارن، کلید دست آنها هست و میخوان این قدرت را توزیع بکنند مثل یک کالا. این 5 کیلوش به کرد بدن، 4 کیلوش به بلوچ عرب بدن و بقیه، و هر زمانی خواستن اینها رو دوباره پس بگیرن. یعنی صحبت از برابری حقوق نمی کنند. در واقع ما در ایران کثیرالمله هستیم. کثیرالمله یعنی دارای یه حقوق طبیعی هستیم. برابری حقوق یک فاکتور خیلی مهم هست که اینا کلا اینا رد میکنن، یعنی قبول نمیکنن. یعنی بر اساس اون تفکری که دارن که ما یک ملت هستیم و یک زبان داریم و یک فرهنگ داریم و کسانی که لهجه دارن یا اینکه با قول معروف در حاشیه قرار دارن، اینها فقط اگر میخوایم مشکل مسائل جامعه ایران حل بکنیم باید یک کمی قدرت به اینها بدهیم تا این قدرت به اصطلاح توضیح بشه به گفته اینها، که در واقع این مانع اصلی رسیدن به یک جامعه دموکرات و سکولار در ایران هست. و ترسشون از این هست که زمانی این سیستم، این نظام پاشیده بشه، ممکنه این قدرت، این سیستم دوباره نتونن به اون حالت اولیه‌ای که زمان رضا شاه بود، زمان شاه بود و این زمان خمینی و پاسداران هست، به این حالت بر بگرده و این
سیستم را از دست بدن. برای این اساس اینا ترجیح میدن به شکلی اصلاحات در جامعه صورت بگیره، اون سیستم نظامی سرکوب باید برقرار باشه تا زمانی که اینا بتونن اون هژمونی طلبی خود را، تمامیت خواهی خود را حفظ بکنن و به همون شکلی که هست ادامه بدن، که متاسفانه امکان پذیر نیست در شرایط فعلی. ما با همچین سیستمی که بعد از این نظام به وجود بیاد دوباره به همون شکل، به همون حالت پیش برود. امیدوارم که روشنفکران ملت حاکم بایستی متوجه شده باشند که زمان عوض شده. مردم ایران، ملت سیستم ایران خواهان برابری حقوق در یک نظام و سیستم فدرال هستند که بتوانند حاکمیت های خودشون داشته باشند و در حاکمیت مملکت هم شریک باشه، یعنی حاکمیت دوگانه باشه، نه حاکمیت یگانه که هم ملت ها حاکم باشن، هم بتونن در حکومت اصلی ایران شریک باشن. گاهن آدمی به این اندیشه فرو می رود که حتی اگر حکمرانی دیکتاتور منشانه خامنه‌ای جای اسف نباشد، حقیقتاً این اعتقاد شمار بسیاری از روشنفکران ایرانی مبنی بر این که حضور خامنه‌ای بر اریکه قدرت مانع از غلتیدن کشورشان به وضعیتی بدتر می شود، مایه تعلم است. به خصوص که آنها دستیابی ملل دیگر در جغرافیای کنونی ایران به حقوق جمعی خود را اندوهناکتر از تمامی جوانب ترحم‌آمیز زندگی زیر لوای حکمرانی خامنه‌ای می‌پندارند. شگفت نیست که با وجود چنین نخبگان و روشنفکرانی که خود را از هر گونه فخر و احتشام زدوده‌اند، مجال آن فراهم شود که فردی نظیر خامنه‌ای برای مدتی نزدیک به 4 دهه سرنوشت میلیون‌ها انسان را در دست گرفته و انواع خشونت غیر قابل تصور و ناانسانی را به تصویر بکشد. در حقیقت تاکنون برای بسیاری محرز گردیده است که در آن گستره جغرافیایی که ایران نامیده می شود، آن هم تحت سلطه رژیم سیاسی کنونی، یعنی در چارچوب سیستمی که ناکارآمدی خود را در انجام کوچکترین اصلاحات به اثبات رسانده و عملاً در مقابل هر نوع تغییری مقاومت می کند، هر گونه تلاشی برای جایگزینی حکومت مبتنی بر رأی و اراده مردم بی‌ثمر و مهمل است و برافراشتن بیرق دموکراسی خواهی از سنخی که بدان اشاره شد بیشتر در راستای توجیه دیکتاتوری است. چه کسی تردید دارد که به اصطلاح دموکراسی خواهانی نظیر جلایی پور و بسیاری دیگر از همکاران و همباورانش ماندگاری خود را در سایه رژیم کنونی می‌بینند و شعار دموکراسی خواهی آنان تنها امکانی است در راستای استمرار منابعی که از سیستم دریافت می‌کنند. با عنایت به تاریخ کشورهای دموکرات و با در نظر داشتن این واقعیت که قاعدتاً نخبگان و روشنفکران باید پیشاهنگان تغییر و تحول اساسی و بنیادین در جوامع خود بوده و آن را الزامی یابند، با وجود چنان روشنفکرانی در ایران که وصف آنها رفت، آشکار است که نمیتوان انتظار فردایی بهتر از اکنون را داشت و کوچکترین شانسی برای حرکت به سوی دموکراسی در ایران قائل شد. اگر بپذیریم که دموکراسی بزرگترین ابتکار و اختراع بشریت برای تحقق زندگی شایسته انسان است، بعید است با وجود چنین نخبگانی زندگانی انسانی در جغرافیای ایران هرگز مجال تبلور یابد. اگر این روند ادامه یابد، خوانش واقع بینانه تر آن است که بایستی انتظار داشته باشیم دیکتاتورهای نظیر خامنه‌ای همچنان در آینده مجال قدرتیابی را با تکیه بر پشتیبانی و حمایت چنان نخبگانی دارا باشند. چه اندوهزا و حزن‌انگیز است که حتی بخشی از اپوزیسیون خارجنشین و نخبگان فکری پشتیبانشان نیز حداقل برای ماندگاری و احتمال موفقیت و چیره شدن خود بر رژیمی که آن را نامشروع می‌نامند، با نوعی تحول و دگردیسی بنیادین سیاسی که توأم با حق ملت‌ها بر اساس دموکراسی واقعی باشد، مخالفت می‌ورزند.
آنها که خود زیر سیاست‌های رژیم کنونی له شده‌اند، چنان مخالفت با حقوق ملت‌ها را در وجود خود نهادینه ساخته‌اند که حتی به اقتضای پایندگی و منافع خود نیز دموکراسی حقیقی را پذیران نیستند و در شرایط کنونی ماندگاری رژیم را ترجیح می‌دهند. حقیقتاً آنها دموکرات منشانی تصنعی بیش نیستند. گویی شماری فراوان از نخبگان و روشنفکران ایرانی خود را خفیف و ناقابل تر از آن میپندارند که حیاتی شایسته تر و رها از ظلم، ستم، شکنجه و زندان و زندگانی توأم با رفاه و آزادی را سزاوار باشند. مسلماً این یکی از دلایلی است که خامنه‌ای توانسته است برای مدت زمانی بسیار قدرت را به انحصار درآورد و با فراغت بال در داخل و خارج به اعمال سیاست‌های سبوعانه و سفاکانه بپردازد. حمایت برخی از روشنفکران خارج از کشور که خود زیر سیاست‌های رژیم کنونی له شده اند، از این رژیم را چگونه می‌توان توجیه کرد؟ آیا صحبت از دموکراسی آنها را می‌توان توجیه دیکتاتوری نامید؟ مانع اصلی دموکراسی در ایران در واقع نه اینکه رژیم هست، بلکه بخشی از خود همین روشنفکر ملت حاکم هست. اگر ما توجه بکنیم زمانی که رضا شاه سرکار آمد، در واقع خود رضا شاه خواندن نوشتن بلد نبود. همین روشنفکران ملت حاکم یا پارس بودن که خط و مشت میدادن رضا شاه چه کار باید بکند، به چه شکلی مسائل رو دنبال بکند و همین عمل باعث شد که رضا شاه دست به سرکوب ملل ساکن ایران بزند. حتی احمد کسروی تفنگ به دست گرفت، رفت با شیخ خزل جنگید. ما میبینیم که در واقع اون پایه اساسی که این نظام گذشته و این نظام فعلی هستند خود این روشنفکران ملت حاکم هستند. توجه بکنید زمانی که خمینی به ایران آمد، خب بعد از خمینی در واقع روشنفکران فارس یا ملت حاکم سرکار بودند. بنی صدر، قطبزاده، بازرگان و بقیه اینا دولت و حاکمیت را در دست داشتند. اما چه کار کردند؟ به جای اینکه راه دموکراتیک را پیش ببرند، در واقع همون مسیری که رضا شاه طی کرده بود همون مسیر را طی کردند. سرکوبایی که در کردستان، اهواز، بلوچستان، ترکمنصحرا صورت گرفت، دقیقا همون عملی که رضا شاه انجام داد همان را تکرار کردند. توسط چه کسی؟ توسط کسانی که روشنفکر بودند. یعنی در این زمان که بنی صدر رئیس جمهور بود، بازرگان نخست وزیر بود و بقیه حاکمیت را در داشتن، این سرکوب‌ها در همین زمان صورت گرفت و اینا آخوندا این موقع حاکم نبودن، قدرت نداشتن. یعنی خود روشنفکر ملت حاکم در واقع مانع اصلی رسیدن به دموکراسی در جامعه ایران هست و بارها شاهد این هستیم، چون به خاطر اینکه مانع تغییر و تحول یا سرنگونی این رژیم بشوند، مردم را از سوریه شدن می‌ترساند، در صورتی که جامعه ایران خیلی وقته که سوریه شده است و اینکه مردم را بترسونند یک ترس واهی بیش نیست، چون ترسشون بیشتر از این هست که این حالتی که دیکتاتوری که این هست، این دیکتاتوری از هم بپاشه، کنترل از دستشون خارج بشه و ملت هایی که در ایران هستن به سرنوشتشون حاکم بشن و اینکه دموکراسی و دموکراتی واقعی در ایران پیاده بشود. اون موقع اینا اون تفکر فاشیستی که دارن از بین برود. در واقع اینا خواستار این هستن که حاکمیت متعلق به همون ملتی که فعلا حاکم هست به این شکلی هست، این حاکمیت برقرار بشه. حالا فرق نمیکنه شاه باشه، آخوند باشه یا بازرگان و بنی صدر باشه یا کسی دیگر باشه، این حاکمیت باید متعلق به
ملت پارس باشه و به هر شکلی به هر نحوی شده بایستی این حاکمیت نگه داشته بشه. این در واقع مانع اصلی رسیدن به یک جامعه لیبرال دموکرات در ایران هست که خود الیت پارس در واقع مانع اصلی این رسیدن به دموکراسی در ایران است که متاسفانه ما چندان کاری نمیتوانیم با این جماعت انجام بدهیم. داستان اپوزیسیون خارج از کشور و داستان روشنفکران در واقع خارج از کشور داستان بسیار طنزآمیز و تراژیکی هست. کسانی که خودشون محصول وجود احزاب و سازمان‌ها در داخل کشور هستند، وقتی در خارج از کشور میان و راهی ندارند برای ادامه راه سازمانی، تشکیلاتی و حزبیشون، اتمیزه میشن. نه تنها اتمیزه میشن و خودشون به این افراد تبدیل میشن، بلکه حتی مسئله احزاب، سازمان و مسئله کار جمعی و گروهی رو هم تخریب میکنند و رد میکنند. این روشنفکران یا این در واقع اپوزیسیون که بخشی از هستند، در واقع میشه گفت از اپوزیسیون خارج از کشور، در چنین شرایطی وقتی دچار یه همچین دگرگونی فکری میشن، وقتی دچار همچین در هم آمیختگی فکری و ایدئولوژیکی میشن، مسلماً در مواردی راه رو خطا میرن و برگزیدن یک رژیم خشن و یک رژیم در واقع تا این حد قسی القلب علیه تمام انسان‌های داخل این منطقه، در واقع نه تنها ایران، این رژیم رو انتخاب می‌کنند و این برمیگرده به نظر من به همون آشفتگی فکری که اپوزیسیون خارج از کشور دچار شده و همونطوری که در صحبت‌های گذشته اشاره کردم، تبلیغات مسموم و روزانه این رژیم بر این افراد در واقع در خارج از کشور بی تأثیر نیست، تأثیر میذاره. برای مثال اشاره شد به مسئله سوریه‌ای شدن ایران یا لیبیایی شدن ایران یا در واقع تجربه عراق رو وقتی تکرار فکر میکنن اشاره نمیکنن به نکات مثبتی که برای مثال در این کشورها وجود داره، به ویژه در عراق یا حتی در کشورهای دیگه‌ای که ما اونها رو کشورهای عقب افتاده اید از نگاه جمهوری اسلامی میبینیم. به نکات مثبت اونها اشاره نمیکنه و برمیگرده به تنها به نکاتی رو اشاره میکنه، به مواردی اشاره میکنه که در واقع در راستای اون افکار خودش گام برمیداره و این تبلیغات سوء و تبلیغات منفی تأثیر گذاشته مسلما روی این افراد یا این اپوزیسیون که در خارج از کشور وجود دارند. ولی همونطوری که اشاره کردم داستان اونها یک داستان تراژیک و بسیار طنزآلود است متاسفانه. برخی از فعالین سیاسی در اپوزیسیون من غیر مستقیم حمایت میکنن از این رژیم، چون که یک وجوه مشترکی دارن با رژیم. هر دو قومیتشون فارسه، زبانشون فارسیه و هر دو هم مذهبشون شیعه است. به همین دلیل هست که اینها خواهان این هستن که قدرت در بین اینها دست به دست بشه و همونطوری که رژیم دیکتاتوری قبلی حکومت رو دست اینها داد، اینها هم حکومت رو دوباره بازپس بدن به اونها و به نام دموکراسی و به نام حقوق بشر حکومت رو بین خودشون بچرخونن و اجازه ندهند که ملیت‌های غیر فارس سهیم بشن در این قدرت و سیاست. به همین دلیل است که سعی اینها بر این است که به یه نوعی خودشون رو در یک حکومت مرکزی قدرت و ثروت رو به دست بگیرن. به همین خاطر با فدرالیسم هم اینا شدیداً مخالف هستن و یک قشر دیگری هم هستن که اینها قشر عظمت طلب هستن که بیشتر از همون بدنه نظامی امنیتی رژیم سابق هستند که اینها از این اقتدارگرایی و این اقتدار کاذبی که دولت مرکزی از اون صحبت میکنه، اینها از این بابت خوشنود هستند و فکر میکنن که قدرت در این
نیروی سرکوبه، در صورتی که قدرت امروزه بر اقتصاد و بر صنعت و توان تولیده که ما هیچ کدام از اینها رو نداریم و متاسفانه اینها فقط یک فرهنگی رو دنبال میکنن که در این 100 سال گذشته در ایران نهادینه شده و بر مبنای ستیز با ملیت‌های ترک و لر و کرد و بلوچ و عرب و ترکمن و گیلک و قشقایی بنا نهاده شده و بر همون مبنا اینها میخوان که برن و در ایران دموکراسی رو حاکم کنن.